اینا کتابای کلاس اول جانانه که اینا رو مدرسه داده، اینا رو هم معلمش پیشنهاد داده گرفتیم. حالا بهتون بگم چجوریه. این کتابای کمک درسیه که معلمشون توی جلسه گفتش که تهیه کنید اگر میخواین. همه موافقین که ما تهیه کردیم، یعنی خودمون جدا پولشو دادیم. بعد کتابای خوبیه. گفت به جای اینکه بخوام بهشون پولوکوپی بدم یا اینکه بخوام تو دفتر مشق بدم، مثلا از اینا استفاده کنه. این حالا مثلا کتاب اصلیه اینه که هر حرفی که یاد بگیرن، الان مثلا ای رو باید جانان از فردا ببره، اینطوری حروف جدا از همه. هر حرفی رو که برسن اینو باید بکنن ببرن با خودشون. اینطوری تمرین دیگه، لوحه نویسی و یا نمیدونم تمرین حروف و اینجور برنامه هست. اینم که تو خونه مثلا مشقی که میخواد بده برای تمرین حروف، الان مثلا ایو بهشون یاد داده، گفته که این رو بنویسن و تو خونه تمرین کنن. بعد این حالا این برای زمانی که دیگه حروف رو یاد بگیرن هجه است. هجه که همون بخش کردن خودمونه دیگه. اینم که ریاضیشونه. کتابای خوبیه به نظرم. یه سری هم دفتر داره، مثلا این دفتر ریاضیش، اینجا دفتر ریاضی ها اینطوری شطرنجیه. بعد این هم دفتر خوشنویسی مثلا بهش میگیم دیگه، اینطوریه. اینجا اینم که همین برای هفته‌های اول بیشتر استفاده دارن، یه حالت لوحه نویسی داره برای اینکه دستشون یه ذره تمرین کنن و مثلا راحت تر کار کنن. حالا اینا رو تو مهد کودک هم باشون کار کردن، ولی خب بعضی بچه‌ها مهد کودک نمیرن دیگه، بلد نیستن. اینم که حالا برای زمانیه که فکر کنم یه ذره برن جلو. اینا هم یه سری کارت، یه حالت تخت بایت داره. این چیه؟ اینا که هیچ حالت لوحه تقدیر. بعد اینا هم یه سری دیگه است توی همین پک بوده، همین حروفه. یه هر کدومش یه چیز دیگه. اینا کتابای کمک درسیش بوده. این 5 تا کتاب هم در واقع 5 تا کتاب اصلیه که مدرسه بهشون داده. ریاضی که اینطوری هم قطر کتاباشون زیاده، همین که سایزش A4. نمیدونم واقعا اینا فرصت میکنن هم اینا رو میخوام بخونن، همون کمک درسی ها رو. این کتاب خوندنه که فعلا اصلا نباید ببرن چون هنوز بلد نیستن. توی متن داره، احتمالا روحانی و این برنامه ها باشه. این مالو بعدن احتمالا نیمه دوم سال استفاده کنن. این نوشتنه که اینو میبرن و شروع کردن. حروف رو با ای هم شروع کردن، یعنی اینجا این مدلیه دیگه. بعد این حیات بیلگیسی یعنی اطلاعات زندگی، شاید معادلش برای ما بشه همون تعلیمات اجتماعیمون. کتاب خوبیه اینم. یه سری چیزای فرهنگ سازی ها رو داره، یا مثلا اینجا فکر کنم زلزله و این برنامه ها رو گفته، یه سری اطلاعاتی که باید بدونن بچه ها. اینم اینه و اینم که کتاب موزیکه. نمیدونم چطوری اینو استفاده کنن، ولی یه سری از این QR کدا داره. فکر میکنم که احتمالا اینا رو بزنیم، من اصلا فرصت نکردم فعلا بذارم، احتمالا موسیقیاش بیاد دیگه. اینا فعلا این 2 تا کتابو گفتن که حالا فعلا نیاز نیست بیارن. این 3 تا رو باید ببره که تو مدرسه بمونه. تمریناشون هم که اون کتابای کمک آموزشیه.